ایده باید تبدیل بشه به دیده و دیده به پدیده. اینو حسین طاهری همیشه میگه. حسین طاهری متخصص خلق رشد، هک رشد و بیزنس کوچ، آموزش 8000 مدیر برتر کشور. در سال جدید به جای جزیره آموزش دیدن این بار متمرکز شد. به رویاهات وفادار باش. مرسی، خیلی ممنون. بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. 4 تا کارگاه شد که ما خدمت شما هستیم. اصلا اعتقادی به این نداشتم که این کارگاه رو چجوری برگزار کنم. همیشه هم اول برنامه میگم، یعنی دیدی نداشتم، ایده‌ای نداشتم، ولی این استقبالی که کردید، نزدیک به تقریبا 72 نفر خرید کل این پکیج و اضافه شدن حالا اون جریان سیال آدمایی که به نظر من هر کدومشون برکتن برای جامعه، برای خانواده هاشون، به این کمپین خیلی خیلی منو خوشحال کرده. از دید غرورش نمیگم، کارهای بزرگ خیلی انجام دادم تو زندگی، ولی احساس میکنم بزرگی این کار به واسطه حضور آدمایی که به هر حال همراهی کردن. فقط خواستم بگم که چقدر شماها خوبید، چقدر کیف میده شبا به خاطر شماها بیدار موندن، اسلاید آماده کردن و محتوای جدید آماده کردن. بازم ممنونم ازتون. مرسی. خب بحثمون رو شروع بکنیم. در مورد بازاریابی دیجیتال میخوایم صحبت بکنیم. 5 تا موضوعی که ما توی این کارگاه ها انتخاب کردیم موضوعاتی بود که با اون نیازسنجی که انجام شده بود بیشترین معضلای مدیران بود. یعنی اینجور نبود که ما یه ایده‌ای داشته باشیم بگیم روی این محتوا کار بکنیم. توی بازاریابی دیجیتال وقتی نگاه میکنیم میبینیم اغلب محتوا یا دیدگاهایی که وجود داره دیدگاهی خیلی زیادیه، خیلی گسترده است، ولی به واسطه این گستردگی خیلی خیلی پخشه. یعنی اگر شما تمام وب رو تو ایران بگردید یه مدل A تا Z پیدا نمی کنید که چه قدم‌هایی رو باید بردارید. من سعی کردم توی این کارگاه امروز که 2 تا لکچرش میکنیم، چون یه مقداری هم حجم محتواش زیاده، هم میخوایم به قول معروف با اون پیشنهاداتی که داشتیم گفتن آقا 2 بخش بکنید، یه بریک تایم وسط باشه. 2 تا عنصر خیلی مهمش رو خیلی قشنگتر براتون باز کنم. قبلا هم در موردش صحبت کردم، ولی خیلی دیتیل بهتری نسبت به اجراش به هر حال امروز بهتون بدم. اصلا قصدم هم نیست که وحشت زده بشید یا بترسید، ولی یه اتفاق براتون میفته، چون یه اتفاق در حین اجرای این حالا میشه بگید اسلایدایی که من داشتم آماده میکردم برای خود من افتاد. یعنی من امروز به تمام تیم وبم بچه‌هام گفتم بشینن از 182 تا نکته‌ای که تو بازاریابی دیجیتال باید امروز شما بگیرید و ببرید اجرا کنید، شاید مثلا حدود 37-8 تاشو خود منم هنوز رو سایتام کار نکردم. یعنی از فردا صبح که بچه‌ها میان میشینیم با هم روی این موارد کار میکنیم، چون سرعت تغییرات به قول معروف به شدت بالاست و یک قبله تصمیم گیری به اسم گوگل قبلا سال به سال الگوریتماش رو تغییر میداد، الان 3 ماه یه بار داره این کار رو میکنه که حالا در موردش صحبت میکنیم. خب یه سوال معروف داریم، میکروفون رو اگه میشه بیارن. سوال معروف اول کارگاه 5+1 چیه؟ بلند بگین. چرا اینجایین؟ خب حالا که دارید میگید اولین داوطلب به من بگن چرا اینجاییم. شما تو فیلم خیلی تکراری شدین، بذارین حالا آدمای جدید بگن. بله شما که تکراری نشدین. چند نفر جدید هستن؟ اینایی که جدید هستن لطفاً بلند شن. همه بلند شن. بلند شن. یه رسمی ما داریم اول برنامه. بله قدیمی ها برای جدیدی ها دست بزنن لطفاً. مرسی. متشکرم، خیلی خوش اومد. بله سلام و عرض ادب. آقای طاهری، سوال من این است که
یکی این که دیجیتال مارکتینگ چیه، یا بهتر بگم تفاوتش با کانتنت مارکتینگ، ایونت مارکتینگ و چیزهای دیگه که حالا داریم چی هست. بله. و اینکه این نوع بازاریابی چجوری میتونه به برندسازی شخصی من کمک کنه. بسیار خوب. سوال بعدی. اینایی که هست و ما جواب نمیدیم، فقط ببینم سوالا رو. دیگه دوستان خودم انتخاب کنم دوباره. ببین آقایی که با آقای پولادی اومده، آقای بصروی، این وریشون، نه دوست شما کدومه که این آقا رو یه لحظه شما بلند شید آقا. بعد شما بعد ایشون 40 هفته از بوشهر شرکت میکنه تو دوره اورانیوم، امروز هم از بوشهر اومده. میخوام خستگیش در بره. مرسی. تمام فایلا رو هم گوش میکنه. مرسی. بفرم. شما چرا اینجایی؟ غیر از اینکه آقای پولادی شما رو آورده یه دلیل دیگه. با سلام، خسته نباشین. خدمت حضور و همکاران، من 2 تا فایل صوتی از شما گوش گرفته بودم. باش آقای پولادی پیشنهاد کردن، گفتن این جلسه رو شرکت بکنم. شغلتون چیه؟ من همکارشون هستم. همکارشون هستیم. بسیار عالی. دیگه ردیفای قبلتر نمیگید نه؟ برین آقا، اون خیلی نگاه زیبایی داره، الان نگاهشو از من دوزید. بله همین شما. بله شما کت قهوه‌ای دارن. شما خوب هستین؟ برام دوستتون دارم. بفرمایید. من اولین بار شرکت خب چرا اومدید؟ اصلا دنبال چه سوالی هستید؟ دنبالی برندسازی هستی. خب الان ما در مورد بازاریابی دیجیتال داریم صحبت میکنیم. میخوام ببینم این دغدغه بازاریابی دیجیتال تو ذهنتون چیه؟ اطلاعی نداری. خب خیلی هم خوبه. اینم نمونه دیگه. دوستان آقای آدمزاده هم دیدمش، حالا نمیدونم کجاست. میخوایم بدیم میکروفون ایشون ببینیم. بدین آقای دهقان. ببین آقای دهقان برای چی اومدن؟ عرض ادب دارم خدمت همه دوستان. هدف از این کارگاه عذرخواهی میکنم، حالا همین الان صدا گرفت، اشکال نداره. یکی کم کردن هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات هست به واسطه حضور در فضای آنلاین. بله. و اینکه شتاب دهی و سرعت بخشی به کسب و کار هست. بسیار عالی. مرسی. از خانوما کسی تو بحث مشارکت نمیکنه؟ بعد نگید تساوی بین حقوق زن و مرد نبود. برای من ایمیل اومده شما چرا اینقدر چی میگن این ضد زنید؟ تو مدرسه دخترم حالا نیستش خانم پزشکزاده، تو انجمن میگن آقا دیگه شما نیا. میگم آقا چرا؟ آخه میگن آقا شما به تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد ندارید. من دارم به خدا،